سلام، شب خیلی خوبی داشته باشید. ساعت 14 دقیقه بامداد روز دوشنبه با تحلیل یک ساعته طلا اینجا بورکین نو و من شهاب محمدی هستم. کانالمون رو بچه من بهتون نشون بدم، بورکین نو ترید، و ما تمام تحلیلامون رو بچه اینجا قرار میدیم و به صورت سیو. حالا بچه هم از داخل کانال تلگرام هم میتونن ما رو همراهی بکنن. خب بچه در مورد تایم فریم یک ساعته طلا من یه توضیح مختصر بچه خدمتتون بدم که دقیقا چه اتفاقی برای طلای ما داره میفته و برای فردا باید چه پوزیشن هایی باید در واقع از روی طلا بگیریم. خب ببین بچه، ما توی یک محدوده چپتری که برای ما در واقع ساخته یک بار بچه به سمت بالا رفته که به این محدوده ما میگیم BC، و با برگشتی که بچه روی گره‌ای که داده من میتونم متوجه بشم که آیا کدوم گره برای من PS وایه و چرا مثلا این نبوده. خب از جایی که بچه AR به من میده من متوجه میشم که کدوم یکی از گره ها PS وای من در واقع هستش. محدوده PS5 این محدوده بچه ها که بالاتر از 20 زده UT، و شما بچه میبینید که وقتی که چپتر رو در واقع این گلف از سمت پایین کرده یک بار دیگه بچه روش تست زده و اومده روی 88 ریترسمنت ای آرمون، دقیقا بچه به 88 ریترسمنت خورده و یک بار دیگه بچه اومده محدوده بی سی منو تاچ کرده. یعنی در واقع اگه شما اینجا یک فضای کرو در نظر بگیری، من حالا بچه نقاشی رو دارم براتون دارم میکشم، یک بار دیگه بچه اومده اون محدوده رو تاچ کرده و چارت منو برده زیر پی او سیش یا زیر محدوده LPSY. و وقتی که بچه ها توی این محدوده SOW شما رو تاچ کرده، زورش باید بچه می اومده یک بار دیگه تست میکرده روی LPSY، و وقتی که بچه ها SOW شما رو شکسته باید بچه ها تا گره های پایین تر طلا رو هول میداده. خب ببین بچه، ما اینجا توی این محدوده دوباره یک تیاتی داریم که من براتون می نویسم اجزای این تیاتی و وی الش، یعنی لو تیاتیمون، پی او سیمون یا منطقه 618 گره، و از این طرف هم ما وی اچ این منطقه داریم، یعنی های تیاتیمون یا چپترمون. و شما میبینید که بچه با این ریزش که اتفاق افتاده توی VHش در واقع اومده حمایت خودش رو انجام داده و این بالا رفتنه در واقع چیه بچه؟ از یک روش دیگه هم میتونید شما استفاده بکنید، از روش چپتر، فیبو چپتر، که شما محدوده های پایین یک رو داشته باشی بازگشتیشو، که معمولا از 1.618 برای شما برگشت میزنه. خب بچه ها، این از 1.618 و یا VH تیاتی قبلی برگشتی بچه ما به سطح SOW داشتیم که هر موقع که بچه این اتفاق میفته به این بالا رفتنه در واقع میگم موسو کردن، یعنی یک بار دیگه بچه میاد SOW شما رو تاچ میکنه که بیاد به سمت پایین. خب یه سری بچه خطای درادان رو من برای شما اینجا کشیدم که اگر دقت بکنید میبینی که خیلی دقیق داره اتفاق داره میفته. حتی خطای درادان داره به شما داره کمک میکنه که کجا بیشتر رنج میخواد اتفاق بیفته، کجا دامپ یا کجا مثلا پامپ ها میخواد اتفاق بیفته. این خطای درادان سبک شخصی خود مجموعه ما هستش که ما با این خطا مشخص میکنیم که مارکت میکر بانک ها و مارکت میکر طلا در واقع کجا میخواد پوزیشن خودش رو باز بکنه و همراه با این بشه که حالا یا کاربر رو استاپ بکنه یا حرکتی به صورت اصلاح یا
رالی بخواد اتفاق بیفته. این سبک بچه ها به وسیله گنزیلا به دست اومده که حالا ایشالله اگر عمری بودش ما این سبک و آموزشش رو میدیم. خب ببینید بچه ها، پس بچه من دیدگاه هم نسبت به این شد که این میخواد موسو بزنه و تا SOW باید میبردتش بالا که ما سیگنالش رو داخل کانال تلگراممون داده بودیم. خب بچه من از تیاتی که شکسته شده از سطح بالاش، یعنی محدوده هایش تا لویی که اتفاق افتاده یه دونه در واقع ریترسمنت میندازم و محدوده هامو میام مشخص میکنم. ببین بچه محدوده SOW من در واقع بچه یکم نزدیک به 38 فیبوناچیم هستش که من یک بار دیگه من اینو بچه یکم کوچیکترش میکنم که رفتم تو تایم فریم 15 دقیقه بهتر بتونیم ببینش. خب بچه من میام تو تایم فریم 15 دقیقه و اینجا رو حالا براتون باید معنی بکنم. ببین بچه من وقتی ریترسمنتمو انداختم، صفر بچه ها تا 23 رنج سایدم رو داشتم. سطح 23 من در واقع شکسته شده و باید بچه تی پی 38 منو میزد و الان بچه ها روی تی پی 38 من در واقع بچه ها برخورد کرد به محدوده زیر SOW و من میخوام بچه ها ازش چندین مثلا سناریو در بیارم. ببین آقا بچه یکی از سناریوهایی که ما الان داریم نسبت به این دامپی که اتفاق افتاده ما میبینیم که اومده بچه ها در واقع موج 1 موج 2 و داخل موج 3 هستیم که اسپیس اولشو در واقع به ما داده، هنوز اسپیس بعدی رو به ما نداده. چون که بچه ما دیدگاهمون هنوزم روی سله، پس من موظفم که بچه ها سل بهتری و نسبت به این موسوی که میره بالا و استاپ سل ها رو میاد میزنه و یا یه سری نقدینگی هایی که به خاطر این دامپ و محدوده LPSY جا گذاشته، در واقع بچه من باید شناسایی بکنم تا بتونم ازش پوزیشن بسیار مناسبی نسبت به سلم داشته باشم. خب بچه ببینید ما وقتی که 38 فیبوناچی یا ریترسمنتمون شکسته میشه معمولا بچه یه پولبکی به این سطح ها داره، ولی خب وقتی که من میبینم که نظم بالا رفتنش خیلی ضعیفه و یه سری نقدینگی ها بر من اینجا جا گذاشته، من میام بچه اول به این فکر میکنم که از کجا پس میخواد بریزه و تا کجا پس میتونه بالا بره که بعدش از اونجا برسه. یعنی اگه قرار باشه که بیاد روی محدوده های مثلا 618 من که نمیتونم بایم از دست بدم. این چارت طلا مثلا از این محدوده تا 618 یه چیزی هولوش 123 پیپو از دست بدیم که از اینجا مثلا سلشو بزنیم. خب این یکم در واقع اون نوسانگیری قشنگه نیستش و من در واقع من واقعا دوستش ندارم و سعی میکنم که اول نقطه بایم رو از اینجا مشخص کنم که حالا تا کجا قراره بره و مقاومت قوی که برای این تیاتی هستش رو من شناسایی بکنم که از کجا میخواد بریزه. خب ببین بچه با این دامپ که اتفاق افتاده شما هیچ گونه پنیقش میکنم که ریستر بتونیم ببینیمش. خب بچه شما هیچ گونه برگشتی به این ساید رو نمیبینی، یعنی اومده خورده بهش کفسازی اول و بالای PS بای 5 دقیقه این دامپ که اومده در واقع انجام داده و بعد تا محدوده 38 ریترسمنتش به سمت بالا حرکت کرده. خب ببین بچه من توی این چارت بهتره که بچه ها اگه میبینم که کف ها بالاتر داره میزنه و سقف های بالاتر داره میزنه من بیام تصمیم گیری برای این بکنم که خب آقا من یک نقدینگی توی این منطقه جا گذاشتم که اینجاش میشه VHش POCش و VLش. خب بچه اگه من بخوام پوزیشن سالمی رو در واقع ازش بگیرم یه دونه بچه محدوده 23 من میشه 23 فیبوناچی که عدد 3000
13.26 چون از اینجا چه ساپورت اتفاق افتاده و تا 38 رفته. یعنی بچه میتونه یک بار دیگه اصلا محدوده 23 تا 38 محدوده ای هستش که وقتی 38 تاچ میشه میتونه پول بک به سمت 23 خودش بزنه. خب حد ضررمون بچه چقدر باید بذاریم؟ من نسبت به مدیریت سرمایه‌ای که به کانال میخوام بدم در واقع حد ضرر بچه 35 پیپ میذارم و تیپی اولم و 38 ریترسمنت میبینم و تیپی فولم و در واقع 618 ریترسمنت هم در واقع باید ببینمش. اینو بچه ها اسکرین شات بگیرید. خب محدوده یه بچه 618 که شدش تیپی موج سوم 23 ماه و زیر LPSY ما در واقع هستش با شکست شدن این SOW. من بچه بهتر و بیشتر ترجیح میدم که از این منطقه وارد سلم بشم. خب حالا من اگه قرار باشه که از محدوده 618 وارد سلم بشم، من اینجا بچه یک چپتر میبینم که دوباره VH POC و VL شو میام اندازه گیری میکنم و در نظر میگیرم. پس بچه اینجا در نظر داشته باشین که 618 بودش. من بچه ها از دامپه یک ریترسمنت دیگه قرار میدم که بهتر. این چه جالب مثلا از این دامپ هم گرفتیم دوباره بچه این محدوده که من دقیقا از زیر این ساید قرار دادم به خاطر اینکه از اسپردم جا نمونم، یعنی محدوده 3013 و تا محدوده 3014 ممیز 30. پس ما اینجا اودر بای ازش میگیریم و این محدوده ای که بچه 618 من بودش 88 ریترسمنت منم در واقع هستش. حالا من پس این محدوده رو اودر بلاک سل میبینم، یعنی از این عدد تا این عدد، یعنی توی عدد 3034 ممیز 15 تا عدد 3036 ممیز 47. خب بچه اینجا هم بچه دوباره به همین شکل من سعی میکنم که 35 پیپ تا 40 پیپ رو برای خودم حد ضرر مشخص بکنم و با مدیریت سرمایه‌ای که در واقع میخوام انجام بدم تیپی اول خودم رو قرار بدم در واقع 618 ریترسمنتش که حمایت بسیار قویه. حالا شما میتونید بچه همین یه دونه پوزیشن مثلا داشته باشید، بگی که خب آقا من با همین یه دونه پوزیشن این مناطق سرویس سود میکنم، حد ضررم رو صفر میکنم تا بیاد کف 3004 بر من تاچ بکنه. یا بچه میتونید یه فعالیت دیگه رو بکنید که آقا با تاچ شدن این منطقه یعنی با 618 حالا شما بیا یه ذره بچه بالاتر از 78. حالا من نمیگم بچه صرفا خود 78 شما بچه چون من میدونم اینجا رو هانت میکنه، یعنی اساپا رو میاد جمع بکنه. شما بچه بیاین از توی محدوده یه ذره، یعنی در واقع به این شکل میشه بیاد مثلا برخورد بکنه برگشتش. میدونی بچه ها این بعد سناریو ما این هم بچه ها حالا بیشتر از مثلا همون 30 پیپ 40 پیپ بیشتر نیاز نیستش که براش حساب بگیر مشخص کنید، چون که بچه این محدوده یک بار در واقع تاچ شده و SOWش شکسته شده. من بچه معتقدم که یک بار دیگه هم بچه باید این مناطق تاچ بشه. پس بچه من الان برای فردا و پس فردا فعلا بچه این سناریو دارم که ببینم بچه توی VIP وقتی که رسید به این عددام چه واکنش هایی میخواد بازار طلا به ما بده و بهتر و بیشتر توی حال لایوی که توی یوتیوب میخوایم برگزار بکنیم و در واقع من بهتون توضیح میدم تا بتونیم بهترین واکنش رو ازش داشته باشیم. خب در مورد بچه دیکس بای من بچه یک ساعتش میکنم. قبلا بچه تحلیلش رو دادم که به چه اتفاقی داره میفته. کفای پایینتر و سقفای پایینتر اومده زده. SC
شما رو در واقع داده، ای آر شما رو داده و من اینجا رو اومدم توضیح دادم که استی داده، توی این منطقه تستش رو داده و توی منطقه LPSY که سقفش SOW بودش واکنش خودش رو داده و باید بچه حرکت بکنه تا جایی که نقدینگی در واقع فالینگ وج اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی بچه شما کفهای پایین تر رو میبینی که کفهای و سقفهای پایین تر تشکیل داره. هر موقع که بچه این اتفاق افتاد در واقع تا جایی که نقدینگی این شیب قرار داره باید حرکت بکنه. خب شما اینجا ببینید دامپ اتفاق افتاده، شیب خودش رو گرفته، استی و یا اسپرینگ و واکنش های LP وای خودش رو داده، باید بچه تا این محدوده حرکت بکنه. پس اینم برای دیکس با که نقدی اون نقدی که ما و نظریه‌ای که راجع به طلا داریم و کاملا داره نشون میده و میتونه وقتی دیکس وای به سمت بالا بره در واقع طلا به سمت پایین حرکت میکنه. این بچه یه فکت دیگه از طلای ما بودش. و فکت برای یورو قبلا بچه توضیح دادیم، ایکس و ایکس ای هارمونیک بی سی حداقل بچه تا دی خودش باید حرکت باید بکنه. من سعی میکنم که برای فردا بچه یه منطقه خیلی خوبش رو به اعتماد زیاد 1.8615 رو تو وی آی پی اعلام بکنم که مثلا سلش رو بزنن بچه تا عددهای 1.75. پس دوباره بچه اگر DXY به سمت بالا بره یورو ریزشیه. ما پوندم بچه همین فعالیت رو روش انجام دادیم، یعنی تحلیل اون این بودش که من بچه سعی میکنم که توی این AR نگاه بکنم که همون جایی که TP هم هستش AR بچه تصمیم گیری بکنم که در واقع چه اتفاقی میخواد بعدش بیفته. در مورد بچه ین ژاپن هم که همسو با دیکس وای حرکت میکنه. دوباره بچه شما اینجا فالینگ وج رو میبینید که کف ها و سقف های پایین تر زده. تستی که ما اینجا توی اسپرینگ ازش گرفتیم روی LPC LPSYش خوابیده، SOWش شکسته شده. من یک ریترسمنت از 1 مارچ تا 0 مارچ قرار دادم که در واقع بچه اومده به 38 ریترسمنتش برخورد کرده. کف بسیار عالی و یا تیاتی بسیار عالی توی محدوده بوده، برگشت و پول بک به سطح چپترش و باید الان حرکت بکنه حداقلش تا محدوده 78 که من روش روی ین ژاپن عدد 151 ممیز 271 رو میبینم. یعنی تیپی اول شما میشه 150 ممیز 260 خورده ای، 150 ممیز 659 تیپی دوتون و تیپی آخرتون هم 151 ممیز 280. حالا این بچه برای ورودیش که بهتره که شما کجا مثلا پوزیشن بایتون رو در واقع اعلام بکنین. الان بچه باز شد. بچه یه دونه بچه شما اینجا روی 618 اگر شکسته شد شما میتونید پوزیشنتون رو باز بکنید که تا سقفش بزنینش. خب یه بچه یه مورد دیگه ای که شما میتونید ازش خیلی خوب پوزیشن بگیرین، چون بچه این ریزش رو شما میبینید و اومده در واقع توی منطقه جمع شدگی سعودی داره میده. شما چون میتونید از توی 148 ممیز 63 یعنی یک بار که بچه اینجا واکنش داده بای خودتون رو اعلام بکنید. پس بچه دو تا سناریوشو اگه 618 شکست با مارکت بزنید، اگر نه توی بچه این کف شما میتونید بچه پوزیشن خیلی خوبی ازش داشته باشین. همون بچه 40 پیپ من براش حد ضرر میذارم که تیپی 267 پیپو بتونیم ازش داشته باشیم. موفق و پیروز باشیم. دوستتون داریم. امیدوارم که هفته بسیار بسیار عالی باشه و پرسود باشید.